очень жестко сопротивляется, препятствует арестам сотрудников полиции. В общем-то, вот такие вот дела. Отпустите меня! Почему я должен? Я имею право снимать. А почему я должен снимать? آیا بار برو آمدید نامه کردید زنگ زدید فهمیدید که عاقبت این کار چی شد؟ نکردید. برای چی؟ برای که شما توف کردید بالای حقوق این ملت. توف بگیرید مسخره بازی دیگرتون انجام دید تا که بعد مردم جهان نشان دید که شما کی هستید. 4 تا مسخره باز پروا ندارن، نه پروای این ملت دارن، نه پروای این 2 میلیون مهاجر دارن. خب بیت با هم یک خلاصه برداری از این نوار کنیم. ما که میگوییم روز سیاه مهاجر یعنی انا همین. ما که میگوییم مهاجرها در این کشور بدبختن یعنی انا همین. و دوستایی که در تاجیکستان میشینند و پول مهاجرها را مثل برگ درخت حساب میکنند و میگیرند باید بدانند که مهاجرها در این کشور انا همین حال و روز دارند. این بچه ها، این جوان ها بسیار جوانن، حدود 20-22 سال سین دارن. بازم تکرار میکنم که نوابسته از اون که تمام اسناد، تمام حجت ها را با خود دارن، ولی شما دیدید که پلیس چگونه برخورد میکند. خب اینجا باید یک کمی مکس کنیم، باید یک کمی فکر کنیم و یک راه خلاصی از این ورطه هلاکت باید داشته باشیم، باید فکرش داشته باشیم. خب سوال اولی که میبایست برای جواب بدهیم چی روز است؟ یعنی این چی حالت است که بر سر مردم و مهاجر تاجیک آمده و کی گناهگار است که ملت و مردم بر این حال رسیدند؟ انا این سوالات باید که عزیزان جواب بگیم. برای چی جوان 20 21 22 ساله میبایست در امروز در دانشگاه باشد، در وطن خودش باشد، در پیش پدر و مادرش باشد، در نزد پدر و مادرش باشد، ولی مجبور است بیاید برود پول مصرف کند در کی میرود و نوابسته از تمام حالات در زیر شط و لطم پلیس این کشور قرار گیرد. به همین خاطر ما میگوییم که ماها در اونجا، یعنی در کشور خودمان، الکی پست آمدیم، الکی زده آمدیم، الکی به حقوق آمدیم. یعنی وقتی سفر کردیم آمدیم ما نداشتیم همون حقوقه و همون پاسپورت ما را از این زدن و لط کردن و از این مجروح شدن و از این بیکسی ما را حمایت کردن نتونسته. اگر ما پشتیبان می داشتیم، اگر ما حمایت چی می داشتیم، هیچ وقت پلیسی روس آمده بالای ما این تحقیر و این تجاوز بالای ما بار نمی کرد. خلاصه گفته من و نشان دادن این نوار همین است. متاسفانه ما امروز جواب به سوالهای حقوقی شما داشتیم، ولی در دقیقاً همین حالتی که هست به حقوق وابسته است. یعنی مهاجرین تاجیک، یعنی شهروندای تاجیکستان در این کشور به حقوق ترین انسان ها هستند، به حقوق ترین مهاجرین هستند، به حقوق ترین شهروندای این کشور هستند. برای چی؟ برای که بار از حقوق اینا دفاع نشده است. متاسفانه شما دیدید چگونه چند پیش بچهای تاجیک پر راندن در نیژنی نوگوراد، بچهای تاجیک گرفتن محکم کردن. در هر جایی که یک جنایت است بالای تاجیک و تاجیکستانی میزنند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه ما پشتیبان نداریم و 4 تا مسخره بازی که امروز آمدن میخوان تقدیر این ملت حل کنن، برای 5 سال 10 سال دیگه میخوان مترو سازن و مردم کیهان برن، در حالی که این مردم در مهاجرت، در مسافرت دارن در زیر پای لطو پلیس روس میمیرن. جوانای 20-22 ساله
بنابر همین سیاست مدارای لختک باز، سیاست مدارای عروسک باز، فکر این ملت و مردم داشته باشید و کرده باشید. به خدا قسم من دین شب وقتی این نوار را دیدم خوابم نبرد. اگر انسان باشیم، اگر مسلمان باشیم، اگر تاجیک باشیم، اگر دارای فکر باشیم، اگر کمتر حیثیت و ناموس و شرف داشته باشیم، باید که بر این حالت باید بمیریم. من هیچ گمان نمیکنم که پلیس روس نسبت شهروند قرقیزستان این کار انجام دهد. هیچ باور ندارم که نسبت شهروند قزاقستان و یا دیگر کشورها این با خودش این تجاوز اجازت دهد. ولی برای بالای مهاجر تاجیک این اجازت میتید. برای چی؟ به خاطر اینکه مهاجر تاجیک در کشور خودش حمایت ندارد و در اینجا هیچ کس مهاجر تاجیک پشتیبان شده نمیتونه. به خدا قسم این تحقیر است. همین کاری که هست این تحقیر است. برای چی سفارت تاجیکستان، کنسولگری تاجیکستان ناتو نمیفرستد؟ برای چی از حقوق مهاجرین حمایت نمیکند؟ برای چی شما پول میگیرید؟ برای چی؟ آیا بار برآمدید؟ نامه کردید؟ زنگ زدید؟ فهمیدید که عاقبت این کار چی شد؟ نکردید. برای چی؟ برای که شما توف کردید بالای حقوق این ملت. توف بگیرید مسخره بازی دیگرتون انجام دید تا که بعد مردم جهان نشان دید که شما کی هستید. 4 تا مسخره باز. انا همین هستیم به خدا قسم ما. انا همین. فکر اینه داشته باشید شما که این ملت روز به خدا قسم از شما میپرسد. شما از کیسه این مردم دغدغه میکنید. زن و بچه هاتان از کیسه انا همین بیچاره حقا است. انا همین ها است که بانک های شما را آباد میکنن. زندگی شما را میچرخاندگی انا همین جوان ها هستن. شما که امروز بالای حقوق این مردم توف کردید. فکرش داشته باشید. به خدا قسم فکرش داشته باشید که روز این ملت از شما میپرسد. از حقوق خودش از شما میپرسد. بنابر همین منتظر باشید. برای درست است علم میکند. وقتی در کیسه پتن داری، چک داری، مثل سگ خدمت میکنی، سگ. و باز میبیان تو را من اینقدر تحقیر میکنن. به خدا قسم صدها میلیون روبل امروز در مرکز تاجیکان حجت داریم که بچه های تاجیک کار کردن ولی پولشون گرفتن نتونستن. شماها چی کار کردید؟ سفارت و کنسولگری و خدمات برای این مردم چی کار کردید که پول این مردم هم میخورید؟ این مردم کار میکنن، میلیون هاشون نمیتونن این کارفرماها، میلیون هاشون ما نمیتونیم گرفته. شما چی کار میکنید؟ پول این ملت هم میخورید. خفه نشوید ولی باور کنید شما هم اگر بجای من باشید میدرید، میکفید، میترکید. این مردم که اینجا میبیان روزا گریه میکنن میترکید. به خدا قسم خود شما مسئول هستید. شما این پول این ملت هم میخورید. شما باید در فکر این ملت باشید. آخه علم میکند. به خدا قسم علم میکند. چرا ما تا این درجه پستیم؟ چرا ما تا اینجا درجه فرود آمدیم؟ ناکس شدیم در اینجا. بالای ما باور کنید اینا پای افزالاشون رو تازه میکنن، پاک میکنن. برای همین هم ما علم میکند، درد میکند. کمتر بیدار شوید، کمتر به خود بیایید. اقلا در روز شما 2 ساعت کار کنید. 2 ساعت برای این ملت استفاده برید. 2 ساعتی خودتون را صرف کنید. و خدا قسم اگر که ناموس داشته باشیم، اگر تاجیک باشیم که من بسیار متاسفم، بسیار شبهه داریم که بسیار این کثافت ها تاجیک نیستن. خونی تاجیکی در بدن اینا نیست. بنابر همین پروا ندارن. نه پروای این ملت دارن، نه پروای این 2 میلیون مهاجر دارن. مهاجرها در فکر خودتان باشید. باید ما خودمان در فکر خودمان باشیم. با امیدی هیچ کس جز از خدا نشویم. هیچ کس تا این 30 سال در فکر ما شما نبود، بازم نمی شود. در فکر خودمان باشیم برادرها. باور کنید 10 سال شد ما تشکیلات داریم، 10 سال شد مرکز داریم. ای مردم جمع شوید، ای مردم متحد شوید. ازبکا شدن، قرقیزا شدن، قزاقا شدن، آذربایجانی ها، تمام ملت و مردم متحد شده است. ما چرا نمیشیم؟ چی بلا زده است ما را؟ آخه چرا ما متحد نمیشیم؟ نداریم هیچ کس، هیچ چی نیست.
میترسن مردم بیایم. به خدا قسم دمی داریم و 40-50 تا آدم بیاد در روز. 40-50 تا پولدارا شما مردید. چرا ما متحد نمیشیم؟ چرا؟ چی بلا زد است ما را؟ 2 میلیونیم. 2 میلیون. اگر 2 میلیون بتونیم در ماه 1 روبلی اگر جمع کنیم 2 میلیون روبل میشه. 1 روبل. ولی 99.9% ما به خدا قسم همین 1 روبل برای ملت نمیتیم. 1 روبل برای ملت نمیتیم. بعضی پلید و کثیفا برای ما میگن که شما گدا. بله ما گداییم. ما گدای این ملتیم. برای این ملت ما گداگی میکنیم. 1 روز بیا تو پلید و کثیف در جای من شین و اشکی چشمای این زنا و این خواهرها را بین. با گدایی نکن. من شرم میدارم به خدا دمی در من میبیان. هر روز پول بلیت من دیگه جا ندارم. دیگه احوال ندارم. من پدرم مرده است، مادرم مرده است، دخترم مرده است. من نمیتونم رفته. پول ندارم برای رفتن. ماها پول نداریم دیگه به اون مردم بتیم. نداریم دیگه شرایطی دادن. مرکز تاجیکان در ماه 200,000 روبل رسخاد دارد. 100 بار از این پولدارا گفتیم که بچه ها بیای التماس به خاطر خدا، یک خدای بزرگ، شما مال دارید، ملک دارید، به خاطر خدا بیایید با همراه ما شوید. اقلا ده همین بیچاره و کمبغل و درماندگی اقلا 10,000 15,000 5,000 1000 سوم کمک کنید. ولی نمی بیاد. هیچ کس نمی بیاد. 10 سال از داد میزنیم. به خدا میلیونر میلیاردر داریم. 10 سال باز داد. مردم متحد شوید، اتحاد کنید، در فکر یکدیگر باشید. ولی نمی بیاد. هیچ کس نمی بیاد. تا حال نشده است. بنابر همین عزیزا، من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چی کرد با من آشنا کرد. این ملت ها و این مردم ها خوب میدونن که ما تاجیکا کی هستیم. اینا خوب میدونن که ما در کشتن یکدیگر اوستاییم. ما در ریختن خون یکدیگر و مکیدن خون یکدیگر اوستاییم. اینا خوب میدونن. بنابر همین پای افزالاشون بالای سر ما دا پاک میکنن. های افسوس، 100 افسوس. به خدا قسم من میبینم اتحاد قرقیزا را هوس میکنم. شاید که بعد از 20 سال 30 سال ملت تاجیک هم خیلی یک اتحاد داشته باشد. بازم تکرار میکنم، کنسولگری قرقیز برای شهروندای خارجیش در اینجا پاسپورت خارجی را به پول تقسیم میکند. قرقیزا در روسیه در مسکو 3 تا پلیکلینیک دارن که قرقیزا را به پول لیچنی میکنن. قرقیزا مکتب دارن. قرقیزا مکتب دارن، مسجد دارن. در مسکو 3 تا مرکز دارن و نیز در تمام شهرهای روسیه. یک طرح نشان تید شما در همین روسیه. من از اون دیاسپوراهای گپ نمیزنم. اونا فقط در روزهای نوروز و دیسکوتک تشکیل میکنن. فقط دیسکوتک میکنن، رقص شکم در ویدیو در یوتیوب هست. شما تماشا کنید. من همون نجنیورتوفسک دیاسپورای تاجیکستان نمیدونم کدام روز جشن گرفتن، روز استقلال چیرا، مردم در این کرونا ویروس نان خوردن نداشتن. اونا 3 تا فاحشه رو دعوت کرده جشن گرفتن و رقص شکم برای اونا انجام دادن. تا رقص شکم و تا فاحشه دست دادن و تا فاحشه پول دادن امکان نداشت. شما همه پولا را برده داده است 1-4 تا کمبغل بتید که نان یافته بخورن و از گرسنگی نمرن. دیاسپورای تاجیکستان روتانسیا. ما خودمون را گنده من میدونم ما خودمون را گنده میکنیم و این گپای ما و این حرفای ما از این گوش میدارد، از این گوش متاسفانه میبرد میرود. متاسفانه 10 سال از داد میزنیم هی ملت بیای متحد شویم. میکشند، میپزند، میخورند، میبرند. نمان دیگه گناهی که بالای ما بار نکرده باشند. تروریست، اکستریمیست، همه این تاجیک در اینجا. شما جوانه که 19 ساله را دیدید چه خیل پراندن. به یگان پرس و سراغ میپرانند و میگن که این چی بود؟ تروریست بود. این مایم برای که در وطن خودمان متاسفانه همه من به تروریسم عیبدار شدگیم. ما در وطن خودمان چیم؟ تروریستیم.
البته این مردم هم و این ارگانهای دولتی اینجا هم نظر و عقیدهش نسبت تاجیک همین است که تاجیک همش تروریست است. بنابر همین در کدام کنجی که دید تروریست رنگ تاجیک رنگ یک شکار باری رنگ یک زاغ باری رنگ یک پرنده باری پرنده میگیرد. چرا؟ آخه تاجیک ندارد دیگه صاحب، تاجیک ندارد. کسی که رفته پرسد برای چی اینو پراندی؟ تروریست؟ تو از کجا فهمیدی این تروریست؟ تو چخیل معین کردی که این تروریست؟ هر روز پرونده شدن جوانکای 19 ساله 18 ساله 20 ساله. آخه اونا پدر و مادر ندارن؟ قلبی پدر و مادر اونا نمی سوزد. قلبی اون کسایی که مسئولیت این ملت به دوش دارند و شکماشون کلوفت و دم کردگی، من میدونم قلب ندارن، اونا اصلا قلب ندارن و دل سوختن و قلب سوختن برای اینا اصلا یک چیزی هست که معنا ندارد. ولی باور کنید که آهی پدر و مادر این بیچاره‌ها حتما شما را میگیرد. شما امروز مسئولیت به دوش دارید، آهی اینا شما را میگیرد. 100 بار ما را تروریست گویید، 100 بار ما را اکستریمیست گویید، ولی این حقیقت است که ما در روبروی شما گپ بزنیم. به خدا قسم امروز هم پیش ملت جواب میدیم، فردا هم روز قیامت در پیش خداوند برای این ملت جواب میدید. شما مسئولیت دارید، شما نام این ملت